درود رفقا به چنل آرش آنلاین خوش اومدید. من انیمیشن ساز و گیمر انگولک کننده گیم ها و همه گیم هایی که اونو بتونن وسوسه کنن. خب بچه ها، من بازی الدرینگ رو دیر شروع کردم. البته نسخه پیسیش حالا دیگه با DLC ملینا، اگه اسمش دقیق گفته باشم، گفتم بذار بازی کاملا آپدیتاش بیاد و دوستان رفقام داشتن، گفتم بیا سر کنسول بازی کن دیگه. حالا خلاصه بگذاریم، بازی نکردیم، حالا سر پیسی نصبش کردیم با DLC و آخری آپدیت. بگذاریم آقا. بچه داشتم بازی میکردم، این باس فایت دیوس بهش برخوردم، یه بار مورد عنایت قرارم داد و همطور گفتم یه رکوردی بکنم. من که نزدیک یه ماه ویدیو آپلود نکردم، بچه هم حمایت نکردن و درگیر شدیم و این بار دومه که دارم باش فایت میکنم و پوستم و کم بچه. این ابیلیتی، این حالت تندره چیه این گربا الان دارم میزنم، خیلی ابیلیتی خوبیه، به خصوص که زبان من خیلی دست پا قطعه و در حد اول بچه 3 ساله حتی کمتر آمریکاییه یا هر کشور دیگه ای که متاسفانه ضعف آموزش پرورش ماست که باعث شده نسل ما در آموزش مدارس اینجور با زبان یعنی آموزش انگلیسی مسخره روبرو بشن. و بچه دارید میبینید که حالا این بحثا رو بذاریم کنار دیگه. این باسه دارم مورد عنایت قرارش میدم و خیلی حرصم داد. آقا بچه بازیش حقیقتا حال کردم، وایبش منو گرفت، طراحی جزئیات عالی و دمش گرم، خیلی جذبم کرد. البته اون زمان خیلی باگ بود و من حقیقتا من تو یوتیوب نرفتم که این چیتای مال XP رو اگه متوجه باشید، حتی HP و MP و استامینام هم خیلی کمه، یعنی جر خوردم تا این لیول ها رو به دست آوردم. و بچه این گرباد یه فروشنده، حالا من بشکنم تندر شمشیر، اینجور آبی زورت میزنید میره محتاطشون عنایت قرار میده. مثلا کسایی که اهل راش دادن نیستن، با شمشیر نمیخوان حمله کنن، پدر سوختن مثل آدامس خرسی کش میاد. خب بچه مبارزه دیدم خوب بازیش کردم، رکورد شد و به فاگ نرفتم، گفتم حالا به عنوان ویدیو هم بذارمش و یه چند تا حالا اگه قابل بدونید یه ریز راهنمایی ازتون بکنم. الان ابیلیتی ها رو دارید میبینید، ابیلیتی ها چجوری میگن، این اژدها رو چجوری به دست آوردم. حالا دیگه بچه توی روند ویدیو بهتون میگم و متاسفانه شرایطم اوکی نبود که مثلا سیستم رو اوکی کنم با گوشی رو که ویدیو رو رکورد کنم. این ویدیو فیل بدای رکورد شده و من دارم روش فک میزنم، همینجور فک میزنم که کپی رایت نخورم، اما فک های درست میزنم. یعنی آره نگیم این چرا بیکاره داره حرف میزنه تو ویدیو، کی وقت کرد تمرکز کنه روی انمی. خب بچه ها فایت رو ببینید. حالا این دورتون نزدمش که ببینید دقیق چطور مورد عنایت قرار شدم. اینجا بچه من جفت کردم، یه لحظه هول کردم و بعد اینجور بزن زورت داره. و بچه اینجا یه شمشیر خیلی خوب هم داره. بله اینجا خود لباساشو بهمون داشت، شورتک مرتک و این دیوس هم پشت سرمون. بذار ببینم میخوام چیکار کنم، باورت میشه یادم نمیاد، همین ظهر بود بازیش کردم. بله البته شهادت خوردم، هیچی هم ریخته نشده بود، یعنی ریخته نشده بود. خب الان چو کنم به نوم استوک چو. آفرین، میزنیم میبینید بچه های ابیلیتی خیلی خوبه و الان دمیج شمشیرم با همه لولی هم که دادم 160 خورده ایه. این لولش هم به چوسی بنده، اما خیلی خوبه توی باس فایت ها، خیلی کمکتون میکنه. این کاتانو آموزشاش هست فکر کنم، من حالا پیداش کردم بعد، حالا توی آموزش هایی که رفتم واسه این چیتای پول بود 100% که اونا که سولز بازن یا همین الدرینگ رو بازی کردن میدونن که
چیتای خاصی داره واسه پول. متاسفانه آپدیتی که زدم دیگه تا ناموس باگا رو گرفتن. اینجا هم او سلام بچه، چنلمو سابسکرایب کنید. او بله دارم اینجا بچه دارم پاچخاریتون رو میکنم که ساب کنید، اما ساب نمی کنید. دیگه عادت کردم و به عنوان حداقل یوتیوبر قدیمی کار دیگه داره میریم تو 2 سال دیگه عادت کردم به این شرایط و او صدام 4 رگه شده. اینجا دارم وول میخورم، نمیدونم چیکار بکن دارم میکنم. آها این اسکینا رو دارم جابجا میکنم، اسکینای لباس. نمیدونم فازم چیه. آها این مالم این باس هست که مورد عنایت قرار گرفت و بیشتر روی جادو متمرکز لباساش. خب رفقا اینجا رفتم راستی یه چیز عجیب پیدا کردم. اینجا ته سالن که برید برو دیگه. آها این صندوق رو بازش میکنم. ببینید خالویل حضرات گویل یه اژدری بهم داد، فکر کنم جز شمشیرهای لژند هم باشه و گویا دوستم که ازش پرسیدم و اون بازی رو خیلی مورد عنایت قرار داد، آقا یاسین گل یاسینه، بهم گفت این اصلا این جایی که تو اومدی جز یکی از پایانهای جدای بازیه که من نمیدونستم. بعد بچه این بالاش یه دونه بله میبینید یعنی لول 0شه، یعنی هیچ زیرو همطور دارم انگولک بازی دارم میانم ببینم دمیج چطوره. خوشم از شمشیر خوشگلی هم هست. خب بچه اومدم اینجا توی منطقه. خب این منطقه کجاست دورتون بچه؟ اینا از این حالا مینی باس فایت مینی هم نیست، پس خیلی هم دمج بردنش سخته. یه روش من پیدا کردم واسه کشتن اینا، یکیش هست توی منطقه که میرسیدم منطقه درخته. اونایی که بازی کردن میدونن چی میگن. یه نمونه سفید رنگش هست، اونو من با این روش کشتم. بعد اینجا دور دمیج زدنش بودم، گفتم آموزشش حالا بذارم اگه مهماتتون پایینه، یا مهماتون ماجیکاتون چیزاتون کلا قدرت بدنیتون استرانگتون ماجیکاتون بازم میگم زورتون نمیرسه مثل من اینطور سگ خور بازی در بیارید. میاد میخواد حالا وول بخوره. البته میگم ویدیو رو فلبداهه رکورد کردم اینجا یعنی نمیدونستم که باید برام عقب که این باگی نیست. میره سر نقطه اول میبینید یه گاز میگیرید با این دراگون یا اژدها، باز میاد که مورد عنایت قرارتون بده، اما مورد عنایت قرارتون نمیده. همینجور صبر میکنید میشینید، بعد میرید یه سکش میدید. البته فکر کنم تا نصف رکوردش کردم. بله دورتون ده بچه‌ها چنل رو لایک کنید، حمایت کنید، از انیمیشن هم حمایت کنید. این لابلا دارم میگم حالا دیگه شد بچه‌ها یه حالی بدید به من دیگه. بابا 1000 تا ساب برسم چیزی نمونده بچه‌ها. کمک کنید چنل رشد بکنه. بله یه گازی دیگه از ماتحت این لاشکس گرفتیم و ببخشید من گنگ توضیح میدم چون مناطق نمیدونم اصلا برای من مهم نیست. خب اینجا چند تا باد زدم تو ماتحتش و میبینید همین این روش خیلی کاربردیه. فقط زرنگ باشه. یه خر الاغ اسب ترکیبی گاو که شاخم داره بتونید دقیق ازش استفاده کنید. باید سریع بزنید که در برید. از کند بودین یه شمشیری داره که مورد عنایت قرار میده. خب بچه با اون روش میتونید بکشیدش. خب من این اژدها رو از اینجا از این منطقه به دست آوردم. حالا روی نقشم بعداً یکم دیگه بهتون میگم که کجاست. خب این چند تا دراگونی که دارم که الان جلوتر نشونتون میدم اینا همینجا ولو شدن روی این سر اژدهایی که شکسته مجسمه ها هستش و الان میریم جلوتر میبینیم که آره این انمی بدبخت انمی هم مثلا سفتیه. خب اینجایی که یه فکرم کریتیکال آره زدم تو ماتحتش افتاد. آره ویدیو رو هم دور عادی گذاشتم. الان یه گازی از اون باستنش میگیریم. خیلی فلزم بود، دندونامو شکست. بله دراگونو بچه اینجا هم رو فری انداخته است. خب منطقه کجاست؟ میدونم براتون سوال شده. خب ببخشید بچه دیگه ویدیو نمیتونم همش دورتون کنم. بله اینو هست دارم نشون میدم. این اسلب میزنه اینجا. بله یادم رفت ماجیکم خالی شده. میبینید بچه وقتی الیکو دوبار میزنید دابل تاب 2 تا کف دستی میزنه. اون کف دستی که تو ذهنتونه مغزتون رو بشورید
و دمیجا خوبی میدن. اون فایرش هم فکر کنم تست کردم متوجه نشدم. بله بچه ها اینجا هست، اینجا یه دونه توی رودخونه دریاچه میرید پورتاله. بعد آره خیلی با حوصله دارم توضیح میدم. زارت میافتید اینجا و از اینجا میای پایین 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 پایین. این نقشه کاملا گنگ زیر ابراست. من خودم حالا شانسی باور کن که اصلا اسکی نرفتم روی یوتیوب مثلا زحمت بکشم. اگه ببینید پاره شده همه چک پوینت ها تا اونجایی که تونستم گشتم و فعال کردم. و خلاصه رفقا اموی که بازیش واقعا لذت بردم و خیلی باصف از گرافیک چوش نوازی داره و عشق داره. تشکر فرمان که تا آخر ویدیو با من بودی. لایک کامنت فراموش نشه و شیر کنید. بای بای.